إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی نواقض ایمانه. وقتی کسی تسلیم کنه ایمانه و بعد از کاری را انجام میده که اون ایمانش میده میکنه، ایمانش از بین میبره، او را الله تبارک و تعالی ذکر کرده بود. در رأس تمام اموری که سبب نقض ایمان میشه و بدبختی جامعه میشه، کتمان یا نعوذ بالله دین وسیله کسب دنیا جور کردن از طرف علما می باشه. قرآن کریم یکی از موضوعات خیلی مهمی را که برای ما آشکارا می سازه موضوعی نمیست که علما در جامعه چقدر رول داره و یا چقدر رول داره به اینکه ملت واحد بگردانه، حقایق روشن بسازه که مردم پیروی از دین بکنه. علمای یهود سبب بدبختی تمام جامعهشان شده بود، چرا که وا آیاتهای الله تبارک و تعالی یا کتمان میکردن یا تلبیس میکردن و یا ذریعه آمدن دنیا جور کرده بودن. در موضوع آیت سابقه ما موضوع اجرت گرفتن بالای احکام الله تبارک و تعالی چه قسم است؟ اول صورتایی که علمای بنی اسرائیل مرتکب از شده بود و کدام صورتها بود؟ علمای بنی اسرائیل در مقابل آیات الله تبارک و تعالی صورتهای مختلفه برای برگزیدن مادیات دنیا اختیار کرده بودند. اول صورتشی بود که حکم الله تبارک و تعالی را دو تقسیم کرده بودند. برای کلانا و مردمایی که پولدار و سرمایه‌دار بود یک قسم حکم بیان میکردند و برای غریب و طبقه‌ای که و توانمندی زیاد نداشت احکام الله را قسم دیگری بیان میکرد، واضح میکرد. یک راه اینمی بود. دوم صورت اختیار کردن مادیات دنیا در مقابل احکام الله تبارک و تعالی بود که در کتابایشان اوصاف پیغمبر علیه السلام و او صفاتایی که واقعا پیغمبر توسط ازو شناخته شد و مردم تابعداریش بکنه او را گرفتن، تغییر دادن، تحریف کردن. این دوم صورت بود. سوم صورت گرفتن در مقابل آیاتا آن چیزی که مسئولیت داشتن که برای جامعه پیش بکنه او را با وصفی که سرشان حرام بود که چیزی در مقابلش بگیره و در مقابلش اجرت اختیار کردن، پول و پیسه گرفتن و مکلف بودن که احکام الله را بیان کنه و چیزی را از مردم نگیره، به این خاطر که سهم برشان تعیین شده بود از نگاه شریعت، مثل که در شریعت پیغمبر علیه السلام از مال غنیمت و خمس برای او کسایی که قاضیا بودن یا حکام وقت بودن یا امیرا بودن از بیت المال برشان به اندازه کفایتشان رزق داده میشد تا و فارغ باشن خدمت دین بکنه و تمام کفایت و رزقشان از بیت المال گرفته شود. این بسیار یک نظام خیلی برجسته است، با تاسف که در اواخر این نظام از بین رفت، به خاطر که اگر از این نظام تعالی را جاری می بود هیچ عالم حق پرت نمی کرد، همیشه محتاج عوام نمی بود، بلکه امو مسئله کفاف رزقش از طریق بیت المال میشد، آن چیزی که حقایق بود روشن میکرد. اما پسانا بیت المال از بین رفت، تمام امرار معاش ائمه مساجد و خطبا و علما به مردم عوام واگذار شد. از امو خاطر است که مولاها لحاظ عوام خیلی زیاد میکنه. خب میبینه که این امر حرام است اما این نمیگه حرام است، به خاطر که اونجا میبینه که مقتدی از این کار کرده رایسته، از او خاطر حرام گفتنی از او سرش بند میشه. امروز که هر قدر بدبختی را میبینی به می خاطر است. علمای ما در سر منبر حق بیان کردن نمیتونه، علتش است که میفهمه یا است که مقتدی از ما واگذار میشه در مسجد دیگه میره و قطمه کمک میکنه، کمک خدا بند میکنه، یا است که خیلی رول داره در این مسجد، شاید سبب کشیدن از مسجد برای ما شوه. این نمیست که حقایق همونطور پنهان باقی مانده. اما عمر رضی الله عنه در مجمع صحابه میگه که شما میفهمی که آیاتها در مورد کیسته؟ این مردم خو سابق تیر شده، آیاتها در مورد ما و شماست. یعنی الله تبارک و تعالی ما را آگاه میسازه با بیان داستانهای بنی اسرائیل که سبب خرابی او ملت و جماعت شده
امو داستان ها را الله برای ما بیان میکنه که ما دونمو قسم نعوذ بالله مرض گرفتار نشویم. علمای ما کتمان حق نکنه و شریعت ذریعه برای کسب دنیا جور نکنه. چرا اگر این معامله شروع شد باز دین از بین میره، به خاطر که برای رهبری سالم مردم عوام امی علماست که مسائل بیان میکنه، مردم میدانه که حق کدام است. لیکن زمان علما اونمو شیوه ها را اختیار بکنه مردم جاهل میمانه، مردم معلومات نداره. ولی مردم ما تا او اندازه را در جهالت باقی مانده که حتی شرک توحید میگه، یعنی خودش عمل شرک انجام میده و این را بهترین عبادت میدانه. ما و شما پیش تشریحات کردیم، مردم ببینید در روز نوروز از اینجا سفر میکنه، چقدر پول مصرف میکنه و میره طواف قبر میکنه و خیلی بسیار اظهار خوشی میکنه که ما در زیارت سخی جان رفتیم، حالان که سراسر قدم که گذاشته در معصیت الله تبارک و تعالی گذاشته، در لعنت الله گذاشته تا که پس در خانه نآمده. اما او آدم آنقدر افتخار میکنه که من رفتم در اونجا در جنده بالا بودم. عجیب اینمیسته که مردم ما در کدام حالت رسیده. این کل وجوهاتی است که از طریق علمای ما مردم ما برشان تبلیغ نشده، حقایق روشن نشده، مردم در تاریکی ها باقی مانده. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. آلی اجرت گرفتن سری طاعت و عبادت چطور است؟ در این مورد علما ما دو موارد داریم. یک موارد اتفاقی است، موارد اتفاقی که اجرت گرفته میشه. اجرت در کدام صورت گرفته میشه و در کدام صورت گرفته نمیشه، کدام صورت حلال است و کدام صورت حرام است. اما صورت های اتفاقی کدام است؟ اجرت گرفتن در مقابل دم، کسی مریض باشه یا کسی او را دم میکنه و در مقابلش چیزی پول میگیره، این اجرت به اتفاق علما جایز است. چرا؟ به خاطری که مسئله علاج است، مثل که یک طبیب یا دکتر تداوی میکنه، اینمی قسم دم هم برای مسئله ثواب نیست، برای علاج است، از او خاطر عوض گرفتن درست است. و حدیثی که ابی سعید خدری رضی الله عنه پیشام گفته بودیم، در سفر روان بودن و اونجا در یک قریه رسیدن، از وا طلب طعامی گپا کردن و مساعدت نکرد، لیکن کلان قوم توسط ماریا گشدم گزیده شد. دویده آمدن که در بین شما کسی دم کننده هست یا نه؟ بعضیا گفتن هست، خب به شرطی که ما عوض از شما میگیریم. چون مردم مالدار بود، یک رمه مال شرط گذاشتن، بعد از او را دم کردن، خب شد و رمه مال گرفتن. پیغمبر علیه السلام عمل صحابه کرام تایید کرد و این را نفی نکرد. از او خاطر کل علما قائل به است که در مقابل دم گرفتن اجرت بالکل درست است، یعنی چرا که مسئله علاج است، هیچ کدام پروایی نداره. دوم، اجرت گرفتن او عملی که بالای مسلمان معین نباشه، غیر مسلمان هم او عمل انجام داده میتونه. اجرت گرفتن در او عمل هم برای مسلمان درست است. مسجد جور کردن، مسافرخانه جور کردن، مدرسه جور کردن، این کاری مسلمان و کافر است. یک کافر هم میتونه یک مسجد اجاره بگیره، انجینریش و عمارتش او دهودی خود بگیره در سر برسانه. این عملی است که کافر هم انجام داده میتونه، مسلمان هم. دینمی طور اعمال اگر مسلمان اجرت میگیره برش جایز است. یک آدم تیکه میگیره جور کردن مسجد، اعمار مسجد، بالکل اجرت در مقابل ازی درست است. چرا؟ عملی است که این را هم مسلمان انجام داده میتونه و هم کافر انجام داده میتونه. دو مورد. سوم مورد، هر طاعتی که معین است و فرض عین است بالای یک شخص، در مقابل از او اجرت گرفتن حرام است. هرگاه در یک منطقه کسی نباشه که دین الله تبارک و تعالی را واضح بسازه، به مردم بیان بکنه، آلی امی آدم اگر امی دین الله را بیان میکنه اجرت میگیره، این حرام است. انبیاء علیهم السلام اشخاصی بودن که در این طور وقتا آمدن، در او زمان کسی دیگر دعوتگر دین نبود، از امو خاطر الله تبارک و تعالی اجرت گرفتن هم سری پیغمبران علیهم السلام از مردم حرام ساخته. هر پیغمبر می آمد امیر می گفت ما اجریه الا علی الله، اجر ما یا پاداش ما غیر از الله بالای کسی دیگری نیست، ما از شما چیزی توقعی ندارم. چرا؟ اینمی عمل سری پیغمبر فرض بود، دیگه کس موجود نبود که را برسانه. اولی هم اگر امی طور وقت بیاید کسی نباشه که موضوع دین بیان بکنه، سری امو عالم فرض عین است که موضوع دین بیان بکنه و در مقابلش اجرت گرفتن حرام سرش میشه. این موارد اتفاقی است. اجرت گرفتن در ختم قرآن کریم برای تراویح مسئله اتفاقی است در بین کل علما که این حرام است. چرا؟ به خاطری که تراویح برای ثواب خوانده میشه و هر چیزی که برای ثواب خوانده میشه در اونجا اجرت گرفتن میشه. چرا؟ اگر اجرت بگیری ثواب نیسته،
پس ثواب بکی بخشیده میتانی. تاسف در اینجاست که آلی در این موضوع علمای احناف خیلی پیش قدم و پیشتاز است از دیگرها کده. علمای احناف نه تنها که تلاوت قرآن کریم بلکه تعلیم قرآن، آذان، امامت سریزی هم اجرت حرام میگه که موضوع اختلافی است که ما بیان میکنم. در مقابل تلاوت قرآن کریم خب بالکل یا امیتر محکم استاد است که اجرت گرفتن حرام است. علامه ابن عابدین فتاوای شامی که منسوب به اوسته، او در این مورد رساله نوشته کرده و سر یک تعداد علما سخت رد کرده و او میگه گیرنده و دهنده قطعا گناهگار میشه اگر این اجرت حقیقی باشه یا حکمی باشه. اجرت حقیقی و نموسته که خودی قاری و همین مردم تعیین میکنه که در یک ماه رمضان برای ما ختم بکنی اینی قبول برد میده، یا حکما اجرت باشه حقیقتا اجرت نباشه، پول نمیده چیزی برش میده که روغن برنج چیزای دیگر اموتور میده، یعنی چیزی نقدی باشه یا غیر نقدی. یکی دوم شرط مانده باشه، یعنی خودی شرط کرده باشه، یا معلومدار در بین مردم باشه. هر قاری که در مسجد میره عالی معلومدار است که از مردم چی میکنه؟ پول و پیسه میگیره. این با اتفاق علما حرام است. این که قاری صاحبا میخوره و میگیره و مردم میده معصیت از الله میکنه، خلاف فتاوای علمای خود عمل میکنه، کار خودشان است، ولی در دین قطعا وجود نداره. بلکه قاری صاحبای ما خفه نشوه، امی حفظ قرآن کریم مکسبه دنیا جور کرده 11 ماه این حتی در جماعت حاضر نمیشه در مسجد. ببینی که کدام کار انجام میده، اما در ماه مبارک رمضان دنبال امو مسجد میره که نفوسی خیلی زیاد داره، تجارای خیلی زیاد مقتدیای از اوسته. باز اونجا چربی برای امام هم است، برای خادم هم است، برای مؤذن هم است، برای آجیا و وکیلا هم است. چرا پول جمع میکنه؟ در یکی از مساجد خیرخانه 1,40,000 افغانی جمع شد. 1,40,000 افغانی او را یک چیزی را به قاری صاحب 60,000 و 20,000 شده، ملا صاحب 10,000 شده خادم، خود 40,000 دیگر را الا میوه بیاره، الا شیرینک و چاکلیت بگیره. چرا ختم داریم شوی ختم؟ ایره چی میکنی؟ در مساجد دیگ بار میشه به خاطری که ما چی شوی ختم داریم. تاسف است. علمایی که در سطح تلویزیون سخن میگه شهرت هم خیلی زیاد داره، خودم خرد نمیشماره، توسط امو علما امی دیگا بار میشه و در او شو مسجد نیست بلکه یک قوشخانه و نعوذ بالله میمانخانه جور میشه. در هیچ احترام مسجد نیست، خرد و کلان همگی اونجا زفت و پرود کرده رایسته. در شب ختم مردم باید گریان کنه. امو مهمان عزیز قرآن کریم که در این ماه مبارک رمضان آمده بود و توی نمی قسم به عبادت الله استاد میشودی، آل دیگه امی موسم و امو زمان از پیشت میره، تو باید گریان بکنی. الحمدلله ما مسجد داریم، ما نه ختم داریم به این قسم و نه شیرینک توزیع میکنیم، نه، بلکه الحمدلله شب گریان میباشه، شب دعا میباشه. و شما دیده از عربا که در خیلی مالدار نخواد هیچ کسی هم پیدا شود، ولی شما در شبای ختم یک چیزی رمضان نمیبینی که کسی توزیع بکنه. مردم افغانستان هم ختم میلگای خود جور کرده، خیر و خلاص. او چطور ختم کرده؟ در 600 ختم کرده بیچاره. او چیزی قاری صاحب همی طور گفته که هیچ پرسان نکو. ما بار بار گفتیم که نغمه و منگل امو بیت خود وزنش خراب نمیکنه. امو یک قربانه که میگه امو صدای خود خوب دراز میکنه، لیکن قاری صاحبای ما هیچ رعایت مد و شده نمیکنه، بلکه چیزی که در زبان میاد بربرک واره میخونه. عجیب است. نکنی توهین کتاب الله را نکنی، نکنی توهین مسجد الله را نکنی، نکنی توهین نماز الله را نکنی. نماز عبادت است. در عبادت به انسان عاجزی پیدا میشه، انکسار پیدا میشه، خشوع پیدا میشه، رابطت با الله قوی میشه. نکنی ایره هم نعوذ بالله ملعبه و بازیچه جور نکنی. یقین به الله بکنی. این عباداتی که فعلا در مساجد افغانستان صورت میگیره 20 رکعت تراویح و در 15 دقیقه ختم میشه و ملا امو ملاست که در پشتش آفرین میده که ملا صاحب این بگاه ماشاءالله تریشل بودی در 12 دقیقه 3 دقیقه پیش شده ملا صاحب 3 دقیقه پیش شده ماشاءالله. این مردمی عبادت است. این رمضان است. اگرچه حدیث ضعیف است، یک عبادت فرضی در رمضان برابر 70 است و یک عبادت نفلی برابر فرض است. تو جناب مقتدی که در تمام تراویح سبحانك اللهم را رسانده نتونستی، سبحان ربی العظیم 3 مرتبه گفته نتونستی، درود گفته نتونستی، دعا را گفته نتونستی، قومه و جلسه که فرض بود ای را خو به هیچ وجه برابر نتونستی، چی توقعی ثواب از الله داری؟ از نماز الله چی جور کردی؟ تو راستی تا بگو.
ای کاش که شما میدانسته گپ در سر 8 رکعت و 20 رکعت جنجالا میخیزه. صحابه کرام 8 هم خوانده، 20 هم خوانده، 36 هم خوانده، 42 هم خوانده، هر کدامشان. خو لیکن در زمان عمر رضی الله عنه آنقدر تراویح طولانی میشد که صحابه کرام میگه ما تکیه سر عصا چوبا میکردیم، دیگه توان استاده شدن نداشتیم. به این اندازه طولانی میکرد. صحابه کرام معمولشان بود، بعضیشان در 3 شب 2 شب مکمل در عبادت و تلاوت قیام تیر میکرد، بعضیشان نصف شب در عبادت تیر میکرد، بعضیشان 1 شب ثلث شب. ما 6 شب هم در عبادت تیر نمیکنیم، 6، بلکه در مساجد ما 10 شب هم در 20 رکعت تراویح تیر نمیشه. تو کدام پیروی؟ ما انا علیه و اصحابی میگی. پیغمبر علیه السلام که میگه که یک فرقه نجات پیدا میکنه، در کدام شکش تو داخل هستی؟ تو را به الله قسم و جناب عالم تو در مسجد هستی، با مقتدی چرا توصیه نمیکنی؟ چرا مردم نمیفهمینی که قومه و جلسه اگر آرامش در قومه پس از رکوع که استاد میشیره قومه میگه، اینجا خود قومه هم از نگاه حدیث فرض است. اگر چی در مذهبا میگه سنت است، نیست سنت. پیغمبر در عمر خود 1 مرتبه ترک نکرده، 1 مرتبه هم امر کرده. صحابی را 3 مرتبه سرش نماز پس اعاده کرده که برو نمازی تا اثر بخوان. 3 مرتبه صحابی را نگذاشته. چرا؟ قومه و جلسه خود درست نمیکرد. و او حدیث مشهور به مسیء الصلات است. او برادرم تو حدیث پیغمبر را بخوان، امی عبادت است؟ نیست عبادت. لیکن قاری صاحبا را میاره اول خو اجرت میگیره. هر قاری که اجرت میگیره ثواب نیست برادرها. دو طور ختما شریک نشوی، هیچ ثواب براتون نیست. برای خود نماز بخوانی، درست نماز بخوانی، با اطمینان نماز بخوانی، با خشوع نماز بخوانی، توجهتون به الله تبارک و تعالی برابر کنی. دوم این یا چی کردن؟ باز دیگه حیله بازی در دین شروع شده. الله رحم بکنه. چی میگه؟ ملای بدبخت دور از حاضر مجلس، او ملایی که فقط میخواه حرام حلال بسازه برای مردم، نعوذ بالله. در سر شراب نام دیگر بگذار و مردم بگو که بخوره این شراب نیست، آبی جو است، آبی گندم است. اینی قسم نامش تغییر بده. پیغمبر خبر داده بود که در امت ما اینطور مردم پیدا میشه. روزی پیدا میشه، این روزی میایه که مردم شراب به نام دیگره چی میکنه؟ می نوشه، نعوذ بالله. امروز مولا صاحب میگه ما به قاری صاحب اجرت نمیدیم. چی میکنیم؟ ما در مقابل در نماز فرض پیش میکنه شه، میگه ما در مقابل نماز فرض اینی قدر پول میدیم. تو را به الله قسم او آجی صاحب، او مولا صاحب، امی قاری صاحب دیگر روز بیار و در مقابل امی نماز دادن خفتنش 4 امی پول بده، کلی پول هم نده. میدی؟ تو مولای خدا که 5 وقت نماز میخوان به جماعت برات میده، 5 وقت جماعت برات میده، چند روپه میدی؟ معاش 3000 میدی، 10000 میدی، 10000 برش بده. خو در یک ماه یک نماز خفتن فرضه که قاری صاحب داده 50000 میدی. تو با کی فریب کاری میکنی؟ الله تو را نمیبینه؟ از قلب داغا نیست؟ این دین است؟ شما بگوی این ایمان است؟ خود فریب دادن. دیگه چی میگه؟ ما در مقابل اینمی وقتی که قاری صاحب بیجا میده، ما در مقابل وقتش میدیم. بسیار خوب، در مقابل وقتش میدی. من می قاری صاحب غیر از رمضان دیگه وقتم همیجا روان میکنم، شما در مقابل وقتش 3 امی پولی که فعلا بدی در وقتم بده. میدی برش؟ یکی از شاگردای ما در دوران حکومت طالبا که هر چی کرده بودن که کالا و هر چیز و قاری صاحب نگرفته بود، حال حیات است الحمدلله، بسیار آدم نیک است، عمل کرده بود سری امی گپ. آخر سبب بود که 12-13 نفرش سفید آمد. مولوی صاحب تو من نکردی؟ چی را مگفم؟ بله این حرام است. چی میگی تو؟ ما این قدر سالات دادیم، از تو کده کلان ملا بود. من گفتم بله کلان به نزد عوام کدام ملاست که دبل خید داشته باشه؟ کلان ملا بود و هیچ چیز نگفت. تو حالی پیدا شده؟ باز گفت نه مولوی صاحب، ما خیره به خاطر عزتمندی از این میدیم. خیلی خوب، قاری صاحب دوست داری؟ گفت بسیار دوست داریم. عزت میکنی؟ گفت بله. من گفتم این سال نه، سال دیگه قاری را براتون روان نمیکنم، خود شما بیایید این مدرسه برای قاری صاحب یک چیزی برای عزتمندیش بیاره. که میاره یا نمیاره؟ دیگه سال خب باز قاری صاحب سلام هم نمیپرته اگر ختم تان نکرده بود. عجیب گپ است. خدا فریب نده. دین الله تبارک و تعالی احکامش واضح است. حیله بازی در دین جور نکنه. حیله بازی کار یهود بود. این پشت سر در اینجا مکمل مسائل حیله بازی یهود برای ما پیش میشه. شما امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لیلها کنهارها،
شب این شریعت به مثل کی است؟ روز واری روشن است. در این تاریکی و تعمیه وجود نداره، هر چیز واضح است. بیایی که سرش عمل بکنیم نکنیم. اگر کسی واقعا قاری صاحب امو نعمتی که الله برش ارزانی کرده، الله برش احسان کرده، اینیال شکرش میکشه که الحمدلله در رمضان برای مردم به اطمینان کامل تلاوت قرآن میکنه. ما قاری داریم، الحمدلله قاری صاحبا داریم. ما یعنی پنجم ششم سال است ما تراویح میخوانیم، یک 16 پولی کسی برش نمیده. خودی قاری صاحبا آنقدر جدی هستند که یک 16 پولی هم از کسی نمیگیره. و اگر بفهمه که ما برای ازیا پول میدیم، یک روزم برای ما تلاوت نمیکنه. درست تلاوت بکنی، عبادت الله شود. ما باید بدانیم اجرت گرفتن سری تراویح حرام است، حرام است، حرام است، خصوصا در مذهب حنفی. مذهب حنفی در این مورد محکم دلایل اینمی آیت میگه ولا تشتروا بیاات ثمنا قلیلا. یک موضوع اختلافی است. موضوع اختلافی در تعلیم قرآن کریم، در تدریس قرآن کریم و در امامت، در آذان اجرت گرفتن چطور است؟ علمای احناف قائل است متقدمین که حرام است. اینمی آیت دلیل میگیره ولا تشتروا بیاات ثمنا قلیلا. هر عبادتی که معین نباشه، خسری تو فرض باشه، ادا کردنش در مقابل از تو اجرت گرفتن نمیتونی. تعلیم قرآن سری تو فرض است، نماز خواندن سری تو فرض است، از او خاطر در مقابلش اجرت گرفتن نمیتونی. سه امام دیگه، احمد ابن حنبل، امام مالک و امام شافعی رحمت الله علیهم و قائل به است که جایز است در مقابل تعلیم و تدریس. علمای متأخرین احناف هم قائل به این شدن امامت و در تعلیم قرآن اجرت جایز است. چرا؟ در تعلیم قرآن اجرت به خاطر جایز کردن که اگر ما در تعلیم قرآن اجرت جایز نکنیم، یک عالمی که تعلیم قرآن میده آلی اجرت هم نمیگیره و کل عمر خود در تعلیم تیر میکنه. امرار معاشش از کجا کنه؟ بیت المال وجود نداره که برای امرار معاش چیزی بده. آلی مجبور است که آدم بره پشت کار غریبی. اگر پشت کار غریبی بره، تعلیم قرآن باقی میمانه و فریضه بزرگ الله تبارک و تعالی معطل باقی میمانه. از او خاطر جایز است. آلی بعد از او یک تعداد فقها خطا شده، در مقابل قرائت قرآن گفته که اجرت جایز است. امی علامه ابن عابدین سری نمو علما، خصوصا سری شرح مختصر القدری که جوهره نیری است، او اینمی قول نقل کرده. بعد از او دیگه علما همو قول به تأمل و تفکر نقل کرده رویسته. سخت سری از زیارت میکنه، میگه یا دنبال روا بدون تحقیق قول تحقیق نمیکنه، قول نقل کرده رویسته، در حالی که در مقابل قرائت قطعا اجرت گرفتن ناجایز است. با دلایل ثابت میکنه. ولی امروز کجاست؟ همین مذهب کجاست؟ مردم میگه شما مذهب بد میگی، ما میگیم نه، ما از مذهب دفاع میکنیم. هر مذهبی که حق است ما از پیشش دفاع میکنیم. شما گرفتی مذهب بدنام کرده، مذهب خود حتی یاد نداره که مذهب ما کدام است و چه گپای در مورد است. شما ببینید کتابا را، فتاوای شامی را ببینید، شرح فقه عقیدت و تحویه را ببینید که اجرت سری قرآن کریم گرفتن چطور است، جایز است یا نیست. لیکن امروز مردم حیله ها جور میکنه. امی مردم برای گرفتن، چرا ما ولا قاری صاحب ما همونطور عزت مندیش میکنیم. خیلی خوب، دیگر روزا عزت مندیش بکن، خود نمیکنی. منظوری تو است که ما سر دین عمل نمیکنیم. خلاص او را چی میکنی؟ آلی خو ماشاءالله ملاهای پیدا شده، ده 8 بجه شما باور به الله بکنی آذان هم شنیده. ده 8 بجه، حالان که وقت داخل میشه این ده چند؟ ده 8 و 40 دقیقه در این روز، ده 8 و 40 وقت داخل میشه از خفتن. مردم ده 8 آذان میگه. بگوید دیگه همین دین تابع مردم است یا مردم تابع دین؟ کدام رقم است؟ شما بگید. مردم تابع دین باشه، دین ملا صاحب چی بگه؟ والا ریش سفیدا قبول نداره، این دین ریش سفیداست، به میل ریش سفیداست. یکی. دوم مسئله، شما شامی غیر رمضانی از یارم ببینی 15 دقیقه فرق میکنه، 15 یقین بکنی آذان نمیگه. خب که رمضان شوه از تو کده پیش و آذان نمیگه. او چرا اوطور میکنه؟ همینجا نشسته میباشه، ریش سفید برش میگه ملا صاحب شام نشده؟ او بخیز خیر است، همین روز یک دقیقه پیشتر بگو، چی پروا داره؟ این گپا را برش میگه. خب ملا صاحب چی میگه؟ اینطور نمیگه که این مسئله شام است، این دین در اختیاری من است، من تابع دین هستم، دین تابع من است. اینی گپا را کرده رویسته. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. این حالات ماست. خب بله، سرنوشت جامعه در دست کیست؟ عالم اگر درست بود حقایق نمیپوشاند، مردم بیدار میکرد، مردم گمراه نمیشه. مؤسسه